دوستان عزیز، هر روز خبرهای فوق‌العاده‌ای از اثرگذاری MBS در مقایسه با داروهای استاندارد به گوشمون میرسه و دانشمندانی که مطالعات متاآنالایز MBS رو دارن انجام میدن و نگارش مقالاتش رو انجام میدن، خبرهای فوق‌العاده‌ای از بعضی از قسمت‌ها میرسه که واقعا تحیر انسان رو برمی‌انگیزه. امروز به من خبر جالبی رسید در مورد اثرگذاری محصول MBS در بیماری تخمدان پولیکیستیک در بانوان PCOS. واقعا جای شگفتی داره که میبینید هورمون‌های هیپوتالاموس و هیپوفیز LH و FSH اون محور هیپوتالاموس و هیپوفیز رو به طور کامل میتونه تنظیم کنه در بیماری PCOS، موجب کاهش LH و کاهش FSH شده که نسبت به داروهای استاندارد. ببینید این نارنجیه اثر MBS، بقیه رنگ ها اثر داروهای استاندارد و متداولن، اصلا قابل مقایسه نیست. چند برابر اینجا تونسته سبب کاهش LH و FSH بشه. و در مورد کاهش تستوسترون نگاه میکنیم در بانوان که به بیماری PCOS مبتلا هستن، اصلا قابل مقایسه نیست با بقیه. باز اینجا خیلی بیشتر سبب کاهش تستوسترون و تنظیم هورمونی در بانوان شده. در مورد پروژسترون، افزایش پروژسترون، باز میبینید که MBS خط اول رو داره و افزایشش چند برابر داروهای استاندارد هستش. در مورد هورمون‌های استرادیول نیز اصلا قابل مقایسه نیست و اثرگذاری MBS چند برابر داروهای متداول است. بنابراین در مجموع اثرگذاری MBS فوق‌العاده بیشتر از داروهای گایدلاین و استاندارد در دنیا هست و این خیلی موجب شگفتیه که ما میبینیم در یه بیماری عرض کنم حضور شما عفونی شدید، کاهش مورتالیتی 74% در MBS اتفاق افتاده، در یه مطالعه هم 60%، در صورتی که در داروهای استاندارد و متداول در درمان کرونای شدید ما می‌بینیم 25 تا 30 نهایت 35% کاهش مورتالیتی بوده، در عینی که عوارض این داروها فوق‌العاده زیاد هست و در عینی که اثر MBS اثر چند وجهی بوده. غیر از بحث کاهش مورتالیتی، تنظیم سیستم ایمنی اتفاق افتاده، لمفوسیت ها به شرایط طبیعی برگشتن، در صورتی که در این بیماران لمفوسیت ها فوق العاده پایین بوده میزانشون. و میبینید که مثلا دگزامتازون که اینجا 25% کاهش تلفات ایجاد کرده میتونه اثر تخریبی بر کبد داشته باشه، میتونه اثر تخریبی بر استخوان‌ها و پوکی استخوان‌ها داشته باشه و به طور کلی عوارض فوق‌العاده این داروها دارن. در صورتی که MBS علاوه بر این که عوارض نداره، بازسازی میکنه کل بدن رو، کل آسیب‌هایی که ویروس کرونا بدن زده بازسازی میشه و سبب این میشه که لانگ کوید اتفاق نیفته، عوارض بعدی اتفاق نیفته. خیلی جالبه دوستان، هر روز دارن به من اطلاعات جالبی میدن در مورد مقایسه MBS با داروهای متداول در دنیا و جالب اینجاست که به زودی یک فایلی قراره به من داده بشه در مورد بیماری اعصاب و روان که باز اطلاعاتی که داره ابتدایی که داره میاد نشون میده فوق‌العاده اثرگذارتر. انشالله در کلیپ بعدی من رو بیماری‌های اعصاب و روان صحبت خواهم کرد.